السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اللغة العربية درس 13 هست. خیلی درس مهم و کلمه های زیاد نو در اینجا آورده می شود و این را تا آخرش انشالله گوش کنید که یکم بعضی صیغه ها یا بعضی کلمه های امر هستند که چند خیل میشن. ما علاقه صرف صغیر گفتیم گذاشتیم، مثل همون کلمه ها که خود به معنای بگیر می شود، هاتی به معنای بیده یا که بیار. بعد معنا ممکن است نه که بیدهش یا که بیارش بهتر است، بیار بگو، هاتی بگو بهتر است. و از جمله در جمله سازی خذ الکتاب میگوی، بگیر کتاب را. خذ الکتاب چی؟ بگیر کتاب را. هاتی مقلمه قلمدان می شود. مقلمه قلمدان. ما در ظرف گذاشتیم، یکی ظرف مکان دلالت میکنه بر مزد مفعله باشد، یکی به ظرف زمان دلالت میکند. اخذ مصباح، گرفت چراغ را. مصباح چی میشه؟ چراغ. نکی اخذ این یک مردی بگیم که یک مرد است، یعنی که گرفت آن مرد در زمان گذشته چراغ را. با گذشته دلالت میکنه گرفت. یأخذ کبریتا، یأخذ فعل مضارع است آینده، یعنی که میگیرد. کبریت گفته خما گوگیرد میگیم، گوگیرد یا که چخماقش میگنم خیلیش میگنده به لغت ادبی بگیریم اگر، یعنی که خما گوگیردش میگیم. این ماضی و مضارع است، یعنی که از اخذ یأخذ. هل انت فی حجرتک، این پرسیده است. هل به معنی آیا میشید. ما را نوشتگیم در درس گذشته نظر کنین. هل انت فی حجرتک، آیا تو در حجرت هستی. حجره خمون حجره میگیم میشه یا که کامنته، آیا تو در همون حجرت هستی. هل عندك تباشیر، آیا نزدی تو. عندك گفته نزد میشوه، که تو میشوه یک مرد بود. کی میشید؟ چی میشید؟ یک زن میشید. میشه که این هل عندکی هل عندک بگیم، آیا نزدی تو مردک، آیا نزدی تو زنک. هر دش ممکن هست، چون که هست وقتی که چه خیلی استفاده کردیم که کی گفتیم، که گفتیم برای مرد میشه، کی گفتیم برای زن میشه. هل عندک تباشیر، آیا نزدی تو تباشیر بور هست. بور، تباشیر بور را میگن. کلمه های نو هستن. وقتی که ما فعل ها را میریم در دوامش کلمه های نو میریم، اون برای ازیاد کردن هستند. اجلس علی الکرسی، اجلس علی الکرسی ما ایرا درس گذشته گفته بودیم. اجلس علی الکرسی ولا تجلس علی مکان غیرک، بشین با کرسی. ولا تجلس گفته نشین، ولا تجلس نهی هست. از 12 قسمی که ما گذاشتیم یکی از همون نهی. ولا تجلس و نشین علی مکان، بر مکان، بر جا. خب مکان جا میشه. غیرک یعنی که بر جای غیرت نشین. غیر خودت یعنی که جای خودت نباشد، یعنی که غیری ته از اون مکان در اونجا نشین، در جای خودت بنشین. یعنی که یا اینکه اکتب، کتب یکتبو. اکتب، کتب یکتب یعنی که نویس، می نویسد. اکتب بنویس، اکتب بنویس. علی اللوح، بر تخته. علی اللوح چی؟ بر تخته، یعنی که دوست که میگه. خون من این انت، از کجا هستی تو. من از میشه، این کجا، انت تو، از کجا هستی تو. این کلمه رو برای گذشتگی هستیم، برای جمله سازی مودیم برای آورده هستیم و کلمه های نو در قطار اینها زیاد میان. تا آخر با توجه نگاه کنیم برادران. اینجا انواع چندین قسم امر میاریم که در همین چیزی که در روی اکران دستین. اضرب، اقرأ، ادخل، افهم، اقعد، اعلم، خذ، هاتی. همه اینها امر هستند. اضرب بزن، اقرأ بخون، اقرأ باسم ربک الذی خلق. الله پاک در قرآن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت چی؟ اقرأ بخون. ادخل بدرا، ادخل الحجره مثلا، بدرا حجره رو. افهم گفته افهم، افهم درس، بفهم درس رو.
اقعد علی کرسی، بینشین به کرسی. اعلم درسک، بدان درست رو. مثلا خذ کتابه، خذ الکتابه، بگیر کتاب را. هاتی الکتابه، بیار کتاب را، که بده کتاب را. اینجا ما تمام امرها را، اینه که چندین نمود می شود امر، ما همون چیزها را آوردیم. شاید بعد دیگر شکل ها بشوند، نه که بسیار کلمه هایی که امر استفاده میخورن به همین نوع استفاده میخورن. مثلا میشه اذهب بگوی، اذهب برو، اذهب من هنا، برو از اینجا. به همین کلمات دیگه چیزا توری کرده رفته میشود. هذا بیت و هذا دار، هذا این میشید، هذا بیت گفتیم این خانه هست، و هذا دار و این چی است؟ حولی هست. الکتاب فی الرف، الکتاب فی الرف، رف به معنی تاقچه میگیم خمون، تاقچه یا که پالکا. الکتاب فی الرف، کتاب در همون تاقچه هست، یا اینکه انسانانی که نمیفهم پالکا، یعنی که جای کتاب مانی یا که جای همون چیزهایی که میمونیم. و در اینجا با صیغه امری که ایرا هم بگیم کلمه‌اش آورده هستیم، هم این از یاد میکنیم که الشرب گفته به معنی نوشیدن میشود. شریب یشربو، نوشید مینوشد. اشرب، اشرب بینوش، اشربی شایه، بینوش شای را. چای خمون چای میگیم، عربا شایش میگن. اشربی القهوه، بینوش قهوه را. این کلمه نوشیدن بار اول است، والله علم که میاد. برام خاطر کلمه‌اش نوردیم، راست همون فعلش آوردیم که تا اینکه هم کلمه از چه هم فعل از چه. هل تريد السكر، آیا میخواهی سکر؟ هل، آیا. تريد گفتم میخواهی. مثلا عربا میگن هل تريد تسافر، آیا میخواهی که سفر کنی؟ هل تريد الطعام میگن، آیا میخواهی که طعام؟ هل تريد السكر، آیا میخواهی شکر؟ یا که سکر قند میشن، شیرینی سکر، سکر قند هم میگن اصلا، سکر خون شکرش میگن و سکرش میگن. یاکل الطبیخ، میخورد طعام را. یاکل الاکل خوردن میشه، اکل یاکل خورد میخورد، یاکل میخورد، کل گفتی بخور میشود. اینجا بعضی حرف های هستن وقتی که در کلمه بچسبن معنا پیدا میکنن. مثلا بی در کلمه عربی به معنی با میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام پروردگار. بسمی با به معنی با هست، اسم نام میشه. بسمی الله، لفظی الله. بسم الله به نام پروردگار، بی به معنی با هست. این در دومش نزدیم بالقلم، انا اکتب بالقلم، من می نویسم با قلم. بالقلم گفتیم با قلمش. مصلی به معنی جای نماز. مسواک دندان شوک هم میگیم، خون مسواک برادرها بسیارش میشناسن. در اینجا برادر محترم چندین کلمه های نو هستند. شاید که ازیاد کردنشون کم ترک دشوار باشد، نه که هر آینه این برای گپ زدن شما و در معامله و در فهمیدن چی قرآن، چی سنت، چی بگیم که گپ زدن بین یکدیگر ده بسیار ضرور هستند. و از شما یک راه آسان به آسانی یاد گرفتن ما شما را ان شاء الله راهنمایی میکنیم. این همین است که شما بین یکدیگرتون گپ زنین و استفاده کنین و بعضی کلمه ها را خود به خود در دفتر نوشته و از اون جمله سازی کنین. و یک سری گفته بودیم که هر کلمه که مصدر باشد از اون 12 چیز میبروید. مثلا گفتیم که از ضرب، الفتح، الشرب. مثلا ضرب یضربو، الفتح فتح یفتحو، یا که چی اشرب شرب یشربو اشرب. همین چیزها را بسیار متوجه شین ان شاء الله. علاکه شما جمله سازی را علاکه شما یاد گرفتگی هستین، هم انسانی که متوجه کردگی هستن، متوجه به همین درس دیگه هستن، او علاکه جمله سازی را علاکه یاد گرفتگی هستن. فقط آنها باید کوشش کنن بنویسن و با دیگر استفاده کنن. آنها حاجت های خودشان را علاکه گفتن میتونن، با همراهی عرب باشن، میتونن که بگیر، بخو، بنوش، بیراو. این چیزها را ما در درس ها گفتیم، گذاشتیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، آیا شما میخواهید که راه اسلام با طریق آسان بیابید؟ پس شما آبونه شوید در کانال آسانی تیوی. در این کانال آسانی تیوی
حدیث ها خوانده می شود و سرودهای اسلامی خوانده می شود و قصه های عجیب برای شما پیشنهاد خواهم کرد. ما برادران عزیز در این کانال آسانی تیوی در خدمت شما هستیم و شما را برادران عزیز پتفیسه کنید و به دوستانتان بفرستید تا اینکه آنها را آگاه باشند. ما در کانال آسانی تیوی با شما هستیم و شما را با ما بمانید.